صحبت بکنید که بعد از محضر آقای دکتر استفاده کنیم. خانم رستگار. با عرض سلام و عرض ادب خدمت دکتر زیباکلام عزیز، جناب دکتر خزعلی عزیز و آقای بهشتی بزرگوار. دو سه تا مشکل داشتم، نقد داشتم که لابلای صحبت‌های شما من به جواب رسیدم. لذا من اینو دیگه ازش رد میشم، عبور میکنم. ولی با یکی از فرمایشات آقای دکتر خزعلی کاملا موافقم. اینکه مخاطب واقعا هنوز بلا تکلیفه، من هنوز بلا تکلیفم. اینکه در نوشتار شما کاملا مشهوده و هویداست که برای مشروطیت و مشروطه، حالا یا مشروعه بسترسازی واقعا نشده بود. من اینجا با شما هم عقیده‌ام، ولی جای دیگه میبینم شما نقضش میکنید. من الان دچار دوگانگی شدم که بسترسازی شده بود یا نشده بود. عدم این موفقیت چی بوده پس؟ و نکته بعدی این که شما خیلی سعی کردین توی این نوشتار این کتاب القا کنید به خواننده، به مخاطبتون تحلیل‌های مارکسیستی غلطه. آیا میشه واقعیت رو نادیده گرفت که یکی از پایه‌های فئودالیته روحانیت بودن و با طبقات فرادست جامعه به لحاظ اقتصادی دمخور بودن و بخشی از نفوذشون برخورداری از چنین جایگاه طبقاتی و در عرصه اجتماعی هم حتی نه فقط صرفاً اعتقادی. اگر روحانیت با طبقه دربار و طبقات سرمایه‌داری عجین نبودن، گره نخورده بودن، چگونه بعدها شاهان قاجار، همینا که ازشون نام برده شد، تونستن به کمک نیروی اجتماعی همین روحانیت اونها رو وادار کنن تا جلوی تلاش ترقی خواهان رو بگیرن که خود شما هم تو این کتابش اشاره کردیم بارها و بارها. به طور مثال تحریم تنباکو که یکی از امتیازات دوران مشروطیت به شما میره به عنوان نهضت تنباکو به طور مستقیم از محبوبیت میرزا رضای شیرازی بهره جسته بود. من این تضاد رو خوشحال میشم که اگه من از این دوگانگی نجاتم بدید. بلا تکلیفی که با دکتر خزعلی حداقل دوتایی دچار شد. دست در نکن. من اگه